درود شنوندگان گرامی، گفتارمان را از سلسله خوانش ادبی آغاز می‌نماییم. با توجه شما سلسله کتاب کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل تقدیمتان می‌گردد. گفتار 98. سلسله مذکور با هدایت و دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به چاپ رسید. کروشنامه اثری است که تربیه سرلشکر و حاکم آرمانی مردم فارس را در دوره هخامنشی‌ها تصویر می‌کند. آن همچون رمانی تاریخی، ترجمه حالی و دستورنامه اداره کنی و راهبری تعبیر می شود. در آن در برابر هنرهای جنگی و لشکرکشی و صنعت جنگ و محاربه ها، همچنین دستورهای سیاسی و اخلاقی در آمیزش با قصه های مردمی، ترجمه حالی و تخیلات بدیعی تصویر می یابد که اکثر آنها در دایره طبقه برگزیده افینه صورت گرفته است. همچنین کروشنامه درباره خصلت و سیرت کوروش بزرگ معلومات می‌دهد. واروخوویچ جای کیراپیدیا در تاریخ نثر یونان. به هر حال اثرهای تا روزهایمان رسیده کسینوفونت به ما امکانی چنین نتیجه برداری می دهند که ژانر اساسی که او در ساحه آن کار کرده است تاریخ است. درباره آن نه تنها اثر بزرگ او تاریخ یونانی نثر تاریخی شهادت می دهد و آن چون عنعنه در ادبیات یونانی عصر 4 پیش از میلاد موقع نمایان را اشغال می کرد. آن نسبت به دیگر ژانرها با حیات سیاسی بیشتر پیوستگی داشت. به مؤلف امکانیت داده است که گذشته را با امروز پیوند سازد، تصویری رابطه های وسیع بین دولتی را به قلم آورد، پسندی و ناپسندی خود را آشکارا بیان سازد. توسط تقویت دادن عنصرهای مغرضانه و ساختکاری در اینجا از تاریخ واقعیت که با حجتها تصدیق شده اند و تاریخ بافتها و زیب و زینت داده شده آن گذشتن آسان می بود. بافتها می توانستند ابتدای تاریخی را در این گونه قصه سازی کاملا پخش کنند. همین طور احتمالاً ژانر تولید یافت که در آن کیراپیدیا تولید یافته است. تاریخ نگاری یونانی که در آن عنصر سوبیکتیوی مخصوصاً روشن افاده یافته است و مبدأ بدیعی اکثراً معین کننده است، از این رو سخنرانی قهرمانان، خصوصیت دراموی قصه، ارجگذاری مخصوص به سوژه شوق‌آور و غیره برای پیدایش این ژانر زمینه مساعد گذاشته است. خط جدایی بین هنر و علم در تاریخ نگاری یونانی و بعدتر در ریمی روشن نبود. عمل کیراپیدیا در شرق در فارس و ماد صورت می گیرد. توجه به شرق در افینه خصوصیت عنعنوی داشت. آن به مناسبت‌های درازمدت تجارتی و سفرهای سیاحان به شرق اساس یافته بود. هنوز در زمانش سالان
و مصر سفر کرده است. افلاطون و بسیاری دیگران نیز به شرق سفر کرده بودند. رابطه های سیاسی بین ایلات و فارس مخصوصاً مستحکم بودند. شاه فارس مناسبت هایی را که بین دولت های یونان به وجود می آمدند با توجه خاصه پیگیری نموده و آنها پیوسته دخالت می کرد. مهاجران سیاسی یونان شروع از گیپیه، فیمیستاکل و تا به دیگران در فارس پناه می یافتند. در نوبت خود به درگذشته شدگان فارس باشند. در افینه یکی از آنها زاپیر پسری میگابیز احتمالاً هرودوت معلوماتی زیاد گرفته است پناه یافتند. توجه خود کسینوفونت به فارس کاملا طبیعی است، به آن سبب که او با شاهزاده فارس کروش خورد مدت خیلی طولانی معاشرت داشت و بعد از ناکامی لشکری 10,000 نفری کسینوفونت بر لشکر یونانیان هنگام عقب نشینی آن به حدود فارس سروری کرده است. به قلب او همچون آدمی حربی مخصوصاً یگانگی فرماندهی شاهان فارس قدرت بزرگی به پایان آنها تأثیرات بخشیده است. کیراپیدیا با داستانی درباره تولید کروش درباره نظام تربیه فرزندان پارس‌ها آغاز می شود. مادرش در ایام بچگی او را به نزد بابایش شاه هیمات استیاگ می آورد و در آنجا با خصلت‌های بلند معنوی، دلیری و زیباییش مهر و محبت عمومی خلقی مادها را به دست می آورد. در دوره حکمرانی پسری استیاگ کیاکسار آشوریان قرار دادند که ماد را ضبط کنند و کروش که تا آن وقت به وایه رسیده بود بر لشکر آشور پیروزی های بزرگ به دست آورد. در دوام جنگ کروش سردیس و بابل را ضبط نموده آن را به پایتخت قدرت جهانی خود تبدیل می دهد. تنها بعد از آن کروش به نزد کیاکسار برمیگردد. شاه هیمات مجبوراً اعتراف می کند که جیانش کروش بیشتر سزاوار تخت شاهی است و پس دخترش را به کروش به زنی می دهد. بعد از این کروش باقی مانده آسیا را مطیع کرده دولت عظیم خود را به نظام می دراند. ساتراپ‌ها، حاکم‌ها، نظام نقطه‌های خبررسانی و غیره را برپا می کند و بعد حکمرانی چندین ساله خوشبختانه آسوده حالانه وفات می کند. معین کردن آسان است که ویژگی سرلوحه تربیه کروش تنها به یک پهلوی خیلی مهم نقشه غایوی کیراپیدیا موافقت می کند. کلید موفقیت شاه و فرماندهان تربیه درست بود. این غایه از روی خصوصیتش صرف سپارتنی است. برای متفکران یونانی پداگوژیک یک جزء سیاست بود، چنان که درباره آن زیلینسکی در زمان خود درست قید کرده بود. تربیه می بایست و جامعه شهروند کامل را عطا می نمود و بنابراین باید دائما در زیر نظارت دولت قرار گرفته باشد. چون این طرز نظارت در سپارتا در نزد آن کسینوفونت تمام عمر تعظیم می کرد به طور مرتب ترین
صورت می‌گیرد. کسینوفونت آرمان‌های تربیوی اسپارتانی را به فارس انتقال داده همزمان نشان می‌دهد که این گونه تعلیم در مثال کوروش تا چه اندازه مفید است. زمینه‌هایی که به شرافت آنها کوروش و فرمانده و صاحب دولت آرمانی تبدیل یافت، اصالت پیدایش، معلومات طبیعی، تربیه بودند. شبهه نیست که کسینوفونت این پرینسیپ ها را از اخلاق اشرافانه زمان خود، مخصوصاً پرینسیپ اصالت پیدایش آموخته است. گرچند کاملا روشن است که معلومات طبیعی نسبت به اصالت پیدایش معنای وسیع‌تر داشته، آخرین را در ترکیب خود داخل می کند. قابلیت و استعدادهایی که کوروش از طبیعت گرفته بود چنان رشد یافته‌اند که او الکی در آوان نورسیش به سلاح جنگی ایفیبی ها صاحب می گردد. کوروش همچون یک جوان آرمانی زیبا، صمیمی و راستقول، دلسوز، سخاوتمند و دلیری تا درجه خودکیفایی که به فرمانده آینده لازم بود به وایه می رسد. در عین زمان او به دانش آموزی شوق و هوس زیاد داشت، اما آن دانشی است که برای سرلشکری آینده ضرور بود. معیار اساسی که شأن و اعتبار انسان را معین می کند رفتار او در جنگ است و کوروش حتی در ایام نورسیش کارنمایی های شایسته را نشان می دهد که به مردی بر کمال سزاوارند. در عین حال عمکش شاه آینده ماد که اکثر را در این ساحه کاملا به سطحی پستر می فرارد. اگر اهمیت چنین عامل‌ها از قبیل معلومات طبیعی و تعلیم را با هم مقایسه کنیم، پس به عقیده کسینوفونت برای بنیاد یک جنگاور آرمانی تنها معلومات طبیعی کفایه است. این نکته از قصه درباره تجدید مسلح شوی پارس‌ها و به هاماتیم‌ها تبدیل یافتن آنها برمی آید. فیرولی پارسکی از بین خلق برآمده است، ولی به هر حال دوست داشته کوروش بود. در سخنرانی خود در نزد جنگاوران واضحاً اثبات می کند که کس بدون تربیه موافق جنگاوری شجاع شده می تواند. در اینجا تأثیر تعلیمات سقراط که ریشه پیدایش و معلومات طبیعی را عامل معین کننده تربیه شهروند می دانست مخصوصاً نمایان است. قبلا قید گردید که کیراپیدیا را از روی خصوصیت‌های ژنریش رمن نامیدن ممکن است. در اینجا البته نه رمنی معاصر بلکه نمونه عتیقه آن را در نظر داریم که با خصوصیت‌های خاص بعضاً خیلی دور از رمن معاصر فرق می کند. مسئله رمن همچون ژنر ادبیات عتیقه یکی از مسئله هایی است که توجه عالمان را در دوره نسبتاً نزدیک به خود جلب کرده است. آموزش عمیق سرچشمه های ادبی این ژنر با تشبث اروین راده در پژوهش اساسی او رمن یونانی و پیشگذشتگان آن که نمونه اولین آن سال 1876 به تب رسیده بود آغاز می‌یابد. اما پیش از بیان مختصری خلاصه های اساسی راده و مقایسه توصیف او درباره ویژگی های ژنر رمن قدیم با کیراپیدیا، نامبر کردن آثار ادبیات عتیقه را که عادتاً به این ژنر منسوب دانسته می شود
به مقصد موافق می‌دانیم. رویخط آنها در مقاله اکادمیک تالستوی قصه خریتان همچون ژانر مخصوصی ادبی عتیقه، قصه محبت خیره و کلی رای خریتان، قصه افیوپیایی گیلیادار، دفنیس بخلای لانگ، لوکی یا خری لیوسیانی دروغین، خری تلایی اپولی، ساتیریکانی پترانی وجود دارد. و این اثرهای نامبر شده این چونین قصه بابوری یملیخ را نیز علاوه کردن ممکن است که سرگذشت عجایب زن و شوهر عاشق سینانیده و رادان را قصه می کند. این داستان تنها در شکل پارچه مختصری فاتی محفوظ مانده است. از اثرهای فوق الذکر تاریخ اسکندر مقدونی که در آن تفصیلات فولکلوری از حد زیاد بوده، در زمانهای قدیم اشتباهاً به تاریخ شناس الکساندر کالیسفین نسبت داده شده است. بنابراین مؤلف پاویست را عادتاً کالیسفینی دروغین می نامند، به طور نظررس فرق می کند. ژانری که ما آن را شرطاً رمن عتیقه می نامیم با ژانرهای پیشینه ادبیات یونانی رابطه عمیقی ارثی دارد. در این باره خصوصیت کتاب خود رمن عتیقه با یادداشت‌های سرشمار آن از آثار ادبی شهادت می دهد، هرچند که در آن قشرهای قوی فولکلوری را هم مشاهده کردن ممکن است. در تحقیقات اروین راده ژانرهای اصلی برای رمن یونانی ادبیات اروتیکی الینیسم و قصه های خیالی در موضوعهای اتنوگرافی می باشد. از مکتب‌های سخنوری عصر 2 تا میلاد، دوره شکوفایی به نام سوفسطایی دوم گذشته، آنها به ژانری که در اینجا توجهمان را به خود جلب می کند حیات بخشیدند. مطابق به این 3 قسم تحقیقات راده به قصه های اروتیکی شاعران الینی، خیال پرستی های اتنوگرافی و سوفسطایی یونانی دوره امپراتوری ریم بخشیده شدند. حکایه کوتاه یونانی از طرح تفسیری راده بیرون میماند که آن را او دیده و دانسته صرف نظر نموده است. به این موضوع خواسته است که دیرتر رجوع نماید، ولی مقاله‌ای درباره حکایه های خرد یونانی و رابطه آنها با شرق که به نشر آخرین کتابش ضمیمه شده است این خارگی را پره نمی کند. در همین حال همزمانان راده از جمله کریست بیچون و چرا حکایه های کوتاهی اریستیدی از میلیت را همچون پیش گذشته رمن عتیقه ارزیابی کردند. از دایره نگاه راده کیراپیدیا نیز بیرون مانده است، گرچند که از بین 3 رمن عتیقه پیش گذشته که راده نشان داده است آن به اصطلاح خیال پرستی اتنوگرافی خیلی نزدیک است. شما گفتار 98 را از سلسله خوانش ادبی از روی اثر کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجمقول شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدا بردار کریم جان حمیدزاده.